من زمانی که مدینه بودم کتابی رو خوندم، خیلی داستان تکان دهنده‌ای بود. در شام یک کتابچه‌ای بود، المسکی. این جوان اسمش کسی دیگه است ولی معروف شده بود به مسکی. زنبیلی داشت تو بازار شام، بادزن میفروخته. همینجور که میرفته کسی بادزن نمیخواد، کسی بادزن نمیخواد، کسی بادزن نمیخواد، بادزن خوب دارم. یک مقداری میفروشه، بعد زن یکی از تجار و سرمایه داران از تو پنجره این جوان میبینه، خیلی خوش سیما بوده، جذاب بوده، درست فقیر بوده، بادزن فروش بوده. به کنیزش میگه برو به اون بادزن فروش بگو بیا بیبی من میگه که بیا در خانه میخوام بادزن بخرم. بعد به کنیز میگه وقتی این بادزن فروش آمد در خانه، در باز کردی بفرستش تو خانه، تو خود در رو ببند دستش برو بیرون. اینو میبره تا در خانه که بیبی میخواد بادزن بخره. وقتی رفت تو خانه در رو بست، گفت من بادزن نمیخوام، من از تو خوشم آمده. جوان خدا ترسه، درست فقیره ولی خیلی سرمایه داره. سرمایهش 4 تا بادزن نیست، سرمایه تو دلشه. سرمایهش دنیا، زمین و آسمان اصلا معادلش نیست. همینجور دست و پاش میلرزید. حالا زنه رفته خودش آرایش بکنه، درم از بیرون قفله. هر چی فکر کرد که چه کار بکنه، فضا هم اطراگینه. معذرت میخوام برای نجات خودش از گناه. چشمش افتاد به خلا، رفت تو خلا قضای حاجت کرد، بعد نجاست رو به لباسش کشید. چطوری از چنگال این گرگ در بیاد؟ همزمان با هم اون یکی از تو خلا در آمد، اون از تو اتاقه و از یک طرف اون عطر اون زنه تو اون حال میپیچه، از این طرف هم بوی. وقتی زنه آمد نزدیک این جوان که کل بدنش پر از نجاسته و بو پیچیدی تو حال، در بینیش گفت ای نجس، من خودمو در اختیار تو گذاشتم، برای تو آرایش کردم، تو این کار کردی؟ همین در رو باز کرد، پرتش کرد بیرون. تو این کتاب من خوندم که این جوان زنبیل بادزن فروش بادزن و زنبیلش رو ول کرد، همینجور تو کوچه ها میدوید، این خدایا ایمانم خدایا ایمانم، میدوید و از در خانه که همینجور میدوید تو این کوچه بوی مشک فوران میزد تو کوچه از اون نجاست. و از اون به بعد معروف شد به آقای مسکی. خداوند بوی نجاست رو به خاطر که آلوده به گناه نشه تبدیل به بوی مسک کرد. کرامات اولیا که اعتقاد دارد.